اگر در روز جمعه از بنده مؤمن از دنیا میگذرد فله اجر شهید و وقی فتنة القبر. رسول اکرم گفت کسی که در روز جمعه از دنیا میگذرد خداوند دو بهترین مکافات نصیب او میکند. اولا همچنان است که شهید از دنیا گذشته است، اجر شهید بر انسان عطا میکند. دوما از فتنه های قبر خداوند اون بنده جمعه ادا میکردگی را نجات میدهد. خوش به حال اون مرد، خوش به حال اون زنی که نماز جمعه میخواند، خداوند از این مکافات البته نائلش میکند. لکن وعید پیغمبر برای آدمایی که ادا نمیکنن جمعه را چی است؟ رسول اکرم میگه من ترک ثلاثا جموع طبع الله على قلبه و فی روایت الاخر فقد نبذ الاسلام وراء الظهر. رسول اکرم میگه کسی که اگر 3 جمعه را قصداً ترک میکند، یعنی بے پروایانه در نماز جمعه اشتراک نکند، خواه مرد باشد خواه زن باشد، رسول الله چی گفتند خداوند در دل او مهر میزند. یعنی در دل انسان وقتی که مهر کی زده شد همچنان است که دل بنده سیاه می شود. و این ابعد الناس من الله القلب القاسی. پیغمبر گفت دورترین مردم از خدا کی است؟ کسانی هستند که دلهاشون سیاه است. دل کی سیاه شد تو از خدا دور میشه. در روایت دویمی که روایت کردند چی گفته است؟ فقط نبذ الاسلام وراء الظهر. کسی 3 جمعه را اگر قصداً یا از روی تنبلی اگر ترک کند همچنان است که اسلام در پس پشت خود گذاشته است. یعنی در اسلام هیچ اهمیتی نداده است.